من ابتدا زیره رو با فاصله 1 سانت میام دور تا دور باید کوک بزنم و علامت ایجاد کنم برای بافت زیره. خب ببینید من اینجا با استفاده از درفش و خطکش اندازه گیری میکنم و کوک میزنم زیره رو. من اینجا با فاصله 1 سانت میام و این علامت ها و کوک ها رو ایجاد میکنم برای بافت. خب دور تا دور من این فاصله ها رو و کوک ها رو دور تا دور میزنم و برمیگردم. خب وقتی که من دور تا دور این کوک ها رو ایجاد کردم و با فاصله 1 سانت دور تا دور فاصله انداختم، میام با استفاده از نخ و سوزن من این کفی ها رو اندازه زیر برش دادم، کفی پلاستیکی و کفی چرم رو، و حالا میام کفی پلاستیکی و کفی چرم رو به هم با استفاده از نخ و سوزن به هم متصل میکنم. خب حالا و اینجا میام وقتی که کفی چرم رو با کفی پلاستیکی به هم متصل کردم، میام و از اون قسمت هایی که کوک ایجاد کرده بودم قلابم رو وارد میکنم، از سمت پایین رو به بالا قلابم رو وارد باف میکنم، نخ رو میندازم دور قلاب و حالا این حلقه که روی قلاب هست رو میکشم. نخم رو با یک گره وصل میکنم به زیره و یک زنجیر ایجاد میکنم، قلابم رو از این قسمتی که گره زده بودم وارد میکنم، نخ رو میندازم دور قلاب و میکشم، یک زنجیره ایجاد شد. دوباره قلابم رو از همون کوکی که وارد کرده بودم مجدد وارد میکنم و نخ رو میندازم دور قلاب و از داخل این کوک رد میکنم. دو حلقه روی قلاب هست که این دوتا حلقه رو یکی میکنم. این شد یک پای کوتاه و وارد کوک بعدی میشم. قلابم رو وارد کوک بعدی میکنم و از سمت پایین رو به بالا قلابم رو وارد میکنم و یک چرخش به دستم میدم که راحت تر این نخ خارج بشه و این قلاب وارد باف بشه. دو حلقه روی قلاب هست که این دو حلقه رو یکی میکنم و داخل این کوکم باید دو پای کوتاه ببافم. دوباره وارد کوک میشم، نخ رو میندازم دور قلاب و خارج میکنم از باف. دو حلقه روی قلاب هست که دو حلقه رو یکی میکنم. دوباره وارد کوک بعدی میشم
و 2 پای کوتاه میبافم. خب من دور تا دور این باف رو تکرار میکنم و داخل هر کوکی که ایجاد کردم 2 پای کوتاه دور تا دور میبافم و داخل همه کوک هایی که ایجاد کردم 2 پای کوتاه میبافم. خب من دور تا دور این باف رو انجام دادم و روی هر کوکی که ایجاد کردم 2 پای کوتاه بافتم و به آخر زیره رسیدم و به آخرین کوکی که روی زیره ایجاد کرده بودم رسیدم. حالا میام و 1 پای بست میزنم، قلاب رو وارد اولین زنجیره میکنم و نخ رو میندازم دور قلاب. حالا از 1 زنجیره خارج میکنم و از این حلقه که روی قلاب بود باز خارج میکنم و 1 زنجیره میزنم. حالا روی تمام این پای کوتاهایی که بافتم روی هر کدوم 1 پای کوتاه میبافم، روی هر پای 1 پایه. وارد پایه بعدی میشم و 1 پای کوتاه میبافم. حالا به فاصله بین این پای کوتاهایی که داخل زیره بافته بودم رسیدم. حالا داخل این فضاهای خالی بین پایه ها باز 1 پای کوتاه میبافم. میرم روی پایه بعدی و 1 پای کوتاه میبافم. روی پایه بعدی و دور تا دور این باف رو من تکرار میکنم. روی پایه ها روی هر پایه 1 پایه میبافم و فضای خالی بین این پای کوتاه ها رو هم 1 پای کوتاه میبافم و تا آخر رج این باف رو تکرار میکنم تا به این قسمت از باف برسم. روی هر پایه 1 پایه فضای خالی بین پایه ها باز 1 پایه میبافم. خب حالا من اینجا به آخر رد رسیدم و فضای خالی بین پایه ها باز 1 پایه کوتاه بافتم و به آخرین پای کوتاه و فضای خالی پای کوتاه رسیدم و حالا به اولین زنجیره‌ای که زده بودم یه دونه بست میزنم و اینجا نخم رو کور میکنم از باف. خب حالا من میام و اندازه گیری میکنم و 5 سانت از زیره رو به پایین 5 سانت میام فاصله از جلوی زیره تا به 5 سانت برسم. اینجا میشه 5 سانت. توی این قسمت نخم رو وصل میکنم. وقتی نخم رو وصل کردم میام و 29 زنجیره میزنم. زنجیره زدن بستگی به سایز پای هر کس متفاوته و شما میتونید به اندازه سایز پا زنجیره های اولیه رو به اندازه سایز پا بزنید.
وقتی که 29 زنجیره رو زدم میام و به این سمت باف وصل میکنم و یک پای بست میزنم. یک پای بست هم از زیره میگیرم و بافتم رو برمیگردونم روی هر زنجیره یک پای کوتاه میبافم. روی هر زنجیره یک پای کوتاه میبافم تا آخر رجوه تا به این قسمت از باف برسم. خب وقتی که به آخر رج رسیدم میام و 2 پای بست از زیره میگیرم و میرم یک پای بست دیگه هم از زیره میگیرم. حالا بافتم رو برمیگردونم و از پای بست اول شروع به باف میکنم و روی همه پایه ها یک پایه کوتاه میبافم. روی هر پایه یک پایه میبافم. روی هر پایه یک پایه ادامه میدم تا به این قسمت از باف برسم. خب اینجا وقتی که به آخر رج رسیدم دوباره از دیواره ها یه زیره میام و پایه بست میگیرم. من اینو بافتم میشکافم و دوباره بافتم رو انجام میدم. وقتی که 2 پای بست از زیره گرفتم میام و بافتم رو برمیگردونم. از پای بست اول شروع به باف میکنم و حالا اینجا هم روی هر پای یک پایه میبافم و بافتم رو به صورت ساده میبافم. و روی هر پای یک پایه میبافم تا به این قسمت از باف برسم. خب من دوباره اینجا به آخر رج رسیدم و میام یک پای 2 پایه بست از دیواره میگیرم و از پای بست اول شروع به باف میکنم و روی هر پایه یک پایه تا آخر رج میبافم. تا آخر رج روی هر پایه یک پایه میبافم.
خب حالا به آخر رد رسیدم و میام 2 پایه بسته از زیره میگیرم و بافتم رو برمیگردونم. از پایه بست اول شروع به بافت میکنم و روی هر پایه میام و 1 پایه میبافم. اینجا من 5 پایه رو ساده میبافم. وقتی که 5 پایه رو ساده بافتم میام و مروارید هایی که از قبل وارد نخ کردم رو روی بافت کار میکنم، به این صورت که میام مروارید رو پشت قلاب میندازم. وقتی که 1 مروارید وارد بافت کردم میخوام مروارید دوم رو هم وارد بافت کنم. به همین صورت میام و مروارید پشت قلاب میندازم و قلاب رو از پایه عبور میدم. نخی که جلوی مروارید هست رو از پایه عبور میدم و پایه کوتاه هم رو کامل میکنم. یک فاصله ایجاد میکنم و 1 فاصله میندازم. 1 پایه رو ساده میبافم و هیچ بافتی روش انجام نمیدم. و حالا میام کریستالا رو وارد بافت میکنم. به همون صورتی که این مرواردها رو وارد بافت کردم میام کریستال ها رو هم به همین صورت وارد بافت میکنم و روی پایه بعدی دوباره 1 کریستال دیگه وارد بافت میکنم. یک فاصله میندازم، یعنی 1 پایه رو ساده بافی میکنم و هیچ کریستالی وارد بافت نمیکنم. دوباره مجدد میام و 2 مروارید دیگه وارد بافت میکنم. دوباره 1 فاصله میندازم و ساده بافی 1 پایه رو ساده بافی میکنم. دوباره مروارید سایز 6 رو وارد بافت میکنم. یک فاصله و مجدد 2 مروارید دیگه وارد بافت میکنم.
و از وقتی که بافتم رو کامل کردم، حالا 5 پایه رو اینجا من ساده بافی میکنم و مثل این قسمت بافی که ساده بافی کردم اینجا رو به همین شکل ساده بافی میکنم. و میام 2 پایه بست از زیره میگیرم بافتم رو برمیگردم و از پای بست اول شروع به بافت میکنم. اون قسمت هایی که ساده بافی کردم رو میام و ساده بافی میکنم. و اون قسمت هایی که مروارید و کریستال کار کردم رو دوباره مروارید و کریستال کار میکنم. رج برگشت به این صورت مرواریده ها رو وارد کار میکنم. نه پشت قلاب میندازم و قلاب رو وارد پایه میکنم. حالا میام و از اون قسمتی که میام و نخی که جلو مروارید هست رو وارد قلاب میکنم و از پایه رد میکنم. دوباره مروارید رو پشت قلاب میندازم. ببینید اینجا پشت قلاب میندازم و وارد پایه میشم. یک فاصله اینجا ما انداختیم که میام حالا کریستال وارد باف میکنم و دیگه فاصله نمیندازم.
به همین صورت تا آخر رج ادامه میدم و قسمت هایی که کریستال وارد باف کردم رو به شکل روبرو به همین شکل تا آخر رج ادامه میدم و قسمت هایی که کریستال وارد باف کردم رو کریستال وارد باف میکنم و این قسمت های اول رو میام یک فاصله میندازم و اونجایی اون قسمتی که میخوام کریستال وارد باف کنم یا مروارید، یعنی این قسمت ها رو فاصله دیگه نمیذارم، فقط کریستال یا مروارید رو وارد باف میکنم که به این شکل کنار هم قرار بگیرم. خب حالا من بافتم رو ادامه دادم و به آخر رج رسیدم. 2 پایه بست از زیره گرفتم، و بافتم رو برمیگردونم. حالا روی هر پایه 1 پایه میبافم. از پایه بست اول شروع به بافت میکنم. خب حالا به اون قسمت هایی که ساده بافی انجام داده بودم میام و روی هر پای 1 پای ساده بافی میبافم. و اون قسمت هایی که مروارید و کریستال وارد باف کرده بودم میام و مروارید و کریستال وارد باف میکنم. یک فاصله میندازم و دوباره شروع به بافتن میکنم.
به همین صورت تا آخر رد تکرار میکنم و ادامه بافتم رو به همین صورت میبافم. خب وقتی که به آخر رد رسیدم میام 2 پایه بسته از زیره میگیرم. وقتی که 2 پایه بست از زیره گرفتم بافتم رو برمیگردونم و به تعداد رج‌هایی که توی این قسمت من ساده بافی انجام دادم میام و به تعداد همین رج توی این قسمت 5 رج من اینجا رفت و برگشتی ساده بافی کردم. میام و اینجا هم 5 رج ساده بافی میکنم و بافتم رو 5 رج بدون اینکه کریستال یا مرواریدی وارد باف کنم ساده بافی روی هر پایه 1 پایه میبافم تا آخر رج. تا آخر این 5 رج هیچ مرواریدی وارد باف نمی کنم و به صورت ساده بافی این باف رو ادامه میدم و از دیواره های زیر 2 پایه بست میگیرم. این باف رو تا آخر این 5 رج به همین صورت ادامه میدم. خب من اینجا بافتم رو ادامه دادم و به اندازه‌ای که توی این قسمت ساده بافی کردم پشت باف به همین صورت ساده بافی کردم و به آخر رج رسیدم. میام اینجا و 2 تا پایه بست از دیواره ها میگیرم. میام و ساده بافی میکنم تا با اون قسمتی که روبروی این قسمتی که من مروارید وارد باف کردم ساده بافی میکنم. خب به اون قسمتی که مروارید وارد باف کرده بودم رسیدم. میام و دوباره به همون صورتی که بهتون گفتم مرواریدها رو وارد باف میکنم و مثل ردیف قبلی بافتم رو انجام میدم. یک فاصله میندازم و دوباره مروارید وارد باف میکنم. یک فاصله این باف رو به همین شکل تا آخر رج ادامه میدم. یک فاصله و 2 مروارید کنار هم و توی این قسمت هم یک فاصله میذارم و 2 کریستال وارد باف میکنم و ادامه باف رو به همین شکل تا آخر رج ادامه میدم. خب اینجا من به آخر رج رسیدم و
از دیواره ها 2 پایه بست میگیرم. و بافتم رو برمیگردونم. از پایه بست اول شروع به بافت میکنم و روی هر پایه 1 پایه میبافم. اون قسمت هایی که ساده بافی کردم رو من ساده بافی انجام میدم و روی هر پایه 1 پایه میبافم. و به اون قسمت هایی که مروارید و کریستال وارد بافت کردم میام و مروارید و کریستال وارد بافت میکنم. پشت قلاب میندازم و پای کوتاه هم رو کامل میکنم. اینجا 1 فاصله و ادامه باف رو به همین صورت میبافم و 2 پایه اون قسمت هایی که کریستال وارد باف کردم رو کریستال وارد باف میکنم و توی یکی از این قسمت ها 1 فاصله میندازم و بقیه باف رو به همین شکل ادامه میدم. وقتی که به آخر رز رسیدم 2 پایه بست از زیره میگیرم و بافتم رو برمیگردونم. از پایه بست اول شروع به بافت میکنم. خب وقتی به این قسمت از بافتم رسیدم و قسمت ها رو ساده بافی کردم و به قسمتی رسیدم که میخوام اینجا باز 2 مروارید سایز 4 رو کنار هم قرار میدم و میبافم.
اینجا باز یک فاصله میندازم، قبل به جای فاصله یک مروارید وارد باف کردم و حالا یک فاصله میندازم. و 2 مروارید وارد باف میکنم. و اینجا توی این قسمت باز فاصله نمیندازیم و میام مروارید وارد باف میکنم. کریستال ها رو به همین صورت وارد باف میکنم. خب اینجا من باز به آخر رد رسیدم و 2 پای بسته از زیره گرفتم و ادامه بافتم رو به صورت ساده بافی می بافم و روی هر پایه یک پایه می بافم. به تعداد من به اندازه‌ای که میخوام اینجا دیگه من ساده بافی میکنم و هیچ کریستال یا مرواریدی وارد باف نمی کنم. به صورت ساده بافی روی هر پایه یک پایه می بافم و از دیواره ها 2 پایه بست می گیرم و از پایه بست اول بافم رو برمیگردونم و از پایه بست اول شروع به بافت می کنم و روی هر پایه یک پایه می بافم و این باف رو به صورت رفت و برگشتی انجام میدم. خب اینجا وقتی که به آخر رد رسیدم میام و 2 پایه بست از زیره میگیرم. من بافتم رو ادامه دادم و توی این قسمت ردهای ساده بافتم و بافتم رو 8 رج اینجا من بافتم به صورت ساده بافی و 2 پای بست به زیره زدم. حالا میام 3 پای بست دیگه 4 پای بست دیگه حالا میام و 4 پای بست دیگه به زیره میگیرم. 2 پای بست گرفتن 4 پای بست دیگه هم میگیرم که میشه 6 پای فاصله. وقتی که 6 پای فاصله از این بافت گرفتم ما چی بینیم دستش مریم. خب حالا میام و 45 زنجیره میزنم، یعنی توی این قسمت میشه 43 رج جمع پای کوتاه ها. من اینجا 49 پایه باید زنجیره های اولیه رو 49 پایه اینجا بزنم که چون اینجا فاصله گذاشتم و توی این قسمت 43 پایه بود.
49 زنجیره باید زده بشه. وقتی که 49 زنجیره اینجا من زدم، میام و به بافت روبرویی که توی این قسمت میشه یک پایه بست میزنم و کارم رو به این سمت متصل میکنم و مجدد روی پایه بعدی یک پایه بست دیگه میذارم و بافتم رو برمیگردونم روی هر زنجیره‌ای که من توی این قسمت من بافتم میام و یک پایه کوتاه میبافم. روی هر زنجیره یک پایه کوتاه میبافم تا به این قسمت از بافت برسیم. خب وقتی اینجا به آخر رد رسیدم، میام باز اینجا دو پایه بست از زیره میگیرم و از پای بست اول شروع به بافت میکنم. روی هر پایه یک پایه میبافم. این ساده بافی رو تا 5 رج ادامه میدم و روی هر پایه یک پایه میبافم و به گوشه های کار که رسیدم دو پایه بست از زیره میگیرم و بافتم رو برمیگردونم و این بافت رو به صورت رفع و برگشتی به صورت ساده بافی ادامه میدم. من دیگه به اون مرحله از بافت که میخواستم رسیدم و اینجا بافتم رو به صورت ساده بافی ادامه دادم و به اون پهنای مورد نظر رسیدم. میام دو پایه بست میزنم و نخم رو کور میکنم از بافت. اینجا دیگه بافت من به اتمام رسیده و صندل من وقتی که دو پایه بسته از زیر گرفتم، از دیوارهای زیر گرفتم، میام و یه پایه بست برای محکم شدن به این صورت میزنم. ادامه بافتم رو میسوزونم. از آموزش بافت صندل قلاب بافی که خیلی شیک و زیباست. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، نظراتتون رو حتما کامنت کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر و حمایت از من کانال رو سابسکرایب کنید.